زود رفته با جای گای من خوب کن. مالش ایناش با چی؟ ایناش با روی خودم رو حمایه کردن. مالش رفته من رفتم. مالش بانو جان رزوان خان؟ شما؟ خدا شگفت؟ من چیکار کردم؟ مرا ببخشید خانم. نه هیچ گم نه شما میلایی مکاک زدید مهی نکت نغزه کاک زدید با من معقول شد با من فورید هیچ گم نه رزوان خان شما خواستید مرا آغوش کنید؟ از افتش خواستم یعنی شما میدانستید که این من؟ نه من نمیدانستم. نباشد شما که را آغوش کردنی بودید؟ نمیدانم من از خوردی شبگردک در خوابم پرواز کرده میگردم. شما با اینجا چقدر آمدید؟ کی شما را با اینجا آورد؟ گفته که برای خوجاینتان در کجا؟ رزوان خان شما یک بار 3 سوال دادید کو یک سوال دید نباشد من سرگون میزنم. من با اینجا چخیلی که شما با اینجا آمدید من هم همینطور. کی ما را با اینجا آورد شما علاقه فهمیدید لیکن ما را با جای خود گذاشته با کجا رفتین آنها را من نمیدانم. ماش فهمو انا سببی همچون شگور به زندگی کردنشون. هنه شاید آنها مخصوص خواستن که هر دی ما را تنها گذارن. رزوان خان شینه یک گپ زنه. نه من راست میستم. شما با من چی گپ دارید؟ این خیلی نمیشد رزوان خان. شینید شما همجا گونجشکت در قفص میلرزید کو؟ خود شما خانم جان از من سخت‌تر میلرزید. شما با من چی گپ دارید؟ من ایستاده گوش میکنم. نه این خیلی نمیشود. شینه حاضر من حاضر رزوان خان کوکو رزوان خان رزوان خان رزوان خان رزوان خان شما خانم جان خیلی در هیجانت. با شما چی شد؟ با شما یاریدی هم؟ سرتون دار میکنم. بر فکرم شما با من چیزی گفتنی بودید. گپ زنید من شما رو گوش میکنم خانم جان. حاضر بگویم خانم جان با شما چی شد؟ حاضر خانم جان یا تابه با شما چی شد؟ نوشید. نه من نمیدونم. شما میدونید بعد چی میشود؟ میدانم و میخواهم که شود. کنیم نوشید. نه
نوشت نه اوه نه ها درونم میسوزد درونی ما باشد کی ها بود میسوزد درون هر ما میسوزد کی درون هر ما میسوزد من با شما گفتم میخوام کی من با شما گفتم میخواستم کی برای چی خب شدید یا درونتان ساخته تمام شد من با شما گفتم میخوام کی یک جوان با شما سخت عاشق شده است کی بوده است و جوان خانم جان وای یک جوان عجیب خوشخد قامت زیرک و ماهر با آداب نه وای نمی نشد فقط سرود میخواند و رقص میکند افسوس که چون این جوان را حالا تمام من نمیشناسم وای باشد شما را میشناسد و با شما سخت عاشق شده است شما مرا مسخره میکنید نه رزوان خان اگر وای اقلا یک ذره امید میداشت وای در دنیا از همه آدم خوشبخت‌ترین میشد جوابی من این است جان اگر من او را میدیدم خوش انا آن وقت میخواید من او را با شما نشان دهم با کمال خرسنده بچه‌اش نگاه کنید شما با چه جواب میدید؟ با او حتی سنگم عاشق میشود چرا وای جوان با من بر وقت‌تر گپ نزد؟ چون که وای خیلی شرمگین است راستش را گویم من هم خیلی شرمگینم رزوان خان اگر ما یک میشدیم یک جفته خیلی هم شرمگین میشدیم خوش شما چه جواب میدید؟ من حالا تیار نیستم من نمیدانم من باشم میدانم رزوان خان زنی من شوید سراستی من شوید خامد حاضر خوجه اینها میآیند رفیق با جایتان خوب کنید ایستد به سوال من جواب دهید خوجه اینها حالا نمیآیند چرا نمیآیند؟ چون که آنها با کارهای خیلی مهم رفتند کارهای مهم هم با آخر میرسد کو کارهای آنها باشد تا دیر دوام میکند شما با من جواب دهید رزوان خان خوش زنی من میشوید نباشد خواستگاران رو فرستید میبینم من کسی ندارم من خودم با خودم خواستگار و میبینم که شما هم تنها از این میبرد که ما خودمون با خودمون صاحبیم انا من خودم با خواستگاری آمدم خوب نباشد رزوان خان شما دختر گفته دو ماندید آخر چنین سوالهای احمقانه را نمیدهند کو یعنی که نه یعنی که هم من هم مجرد استید نخود خود اینها با ما برای خاندار شدن اجازت دهنده گمان دارم که اجازت میدهم اگر اجازت ندهند هم ما با شما میدونیم که با آنها چه رفتار کنیم همینطور نه نخود ما چنین رفتار کنیم بفکرم کار تا این درجه نمیرسد رزوان خان شما به خواستگارانی من جواب ندادید که شما چی میگویید من راضی من هم راضی بیایید رزوان خان پیش از توی کلان مراسم عقد نکاح را میگذرانیم شما راضی؟ من راضی من حاضر مایش نباشد من هم حاضر
قادر قدرت گویم به صاحبان محبت سلام سلام kelin سلام قبول کنید مهمانان شما و سلام یار یار سلام سلام kelin سلام قبول کنید مهمانان شما و سلام یار یار فرمان gibi خانه نوری چراغی خانه سلام سلام kelin سلام قبول کنید مادر جان از شما و سلام یار یار سلام سلام kelin سلام قبول کنید مادر جان از شما و سلام یار یار دلسوز و هم مهربان با انکنون برای سلامتی عروس داماد می‌نوشیم. سلام قبول کنید محمد پاچا داماد جان لبه کلین جان. شما و تا ایمان هنرمندها رو هم دعوت کردید؟ ها از همه بهترین نشر دعوت کردم. کنشنه من حاضر گوش کنید. ارغنچه کو ارغنچه هی رضوان خانی کلینچک وای سال دیگر همین چاق هم میجون بانم بیرینچک هی خالمت جانی تاقی دار یار یار یارانه رضوان خانی کاکل دار یار یار یارانه خوجه اینها می آین یار یار یارانه تی کلان میکنن یار یار یارانه خالمت جان و رضوان خان یار یار یارانه بهتر خوشبخت شوید هم یار یار یارانه یار یار یارانه یار یار یارانه آفرین حافظی بهترین حافظ به قند زند حافظ رقاصه ها را من نمیبینم حاضر رقاصه ها همینجا کنه مرحمت رقاصه توی ما را خیلی تصمیم کنم انکنون از روی رسم عمله ما باید نکاح کنیم. چی؟ شما مولا رو هم دعوت کردید؟ ها از همه بهترینش را آخر توی بیمولا نمیشود که شما شینید من حاضر. ها استیک برین با مولا فقط راستش رو جواب بیاد مایلش حاضر. ها کریم مولا کریم ها بیاید رحمت ها کریم رحمت یا آرام شوید یه او صبر میکنه شینید رضوان خان نام پدرتان چی بود؟ مومین جان رضوان خان بنت مومین جان شما راضی هستید که جسم جان خود را به خالمت جان ابن احمد جان سپارید؟ 3 دفعه پرسیدن لازم ها مالک رضوان خان بنت مومین جان شما برای به شوهر رسیدن به خالمت جان ابن احمد جان رازگی میدهید؟ بار سیوم میپرسم رضوان خان بنت مومین جان شما راضی هستید که زن حلال خالمت جان ابن احمد جان باشید؟ جواب دهید. من راضی منم راضی. برای سلامتی عروس داماد می‌نشیم. خالمت جان باز مست نشویدم شاید کفایه. آخرین واقعه از همه مهم حیات ما رضوان خان برای وقت اکنون رضوان خان لحظه های از همه
پرمحصول ماند. لحظه های از همه مهم. کدام لحظه خواهمد جان؟ من با گفتن شعر میدارم. گوید من شما رو گوش میکنم. یک بارم خیلی گفته نمیتوانم. اگر از روی آداب نباشد نگوید. راستش رو گویم رزوان خان، من خودم نمیدانم که این از روی آداب است یا نه. ممکن است که من این را از شما خواهش کنم یا من الکی به این حق دارم همچون شوهر. شما کلین جان که من شاید فهمیده ایستادید آنچه را که من از شما خواهش کردم. شرمنده. نخواد شما به من چون این سخنها رو گویده. من از شما این را انتظار نبودم. رزوان خان شما مرا نادرست فهمیدید. من به شما دیگه چیز گفتم خواستم. شما باید دانید که زن باید به شوهرش بیشتر چرا اطاعت کنه. اشید بس شوخی کردیم. اکنون روید و جایتان خواب کنید. روید. رزوان خان مرا ببخشید من شما رو خفه کردیم نبودم. فکر من دیگه بود. رزوان خان روید. به فکر شما این همه بازی بود؟ بازی به آرزو مانند به خوابی که این بازی نبود رزوان خان. من به شما تنها حقیقت را گفتم از صدق دل. خالما جان شما از من چی میخواستید؟ من شما را گوشیدن میخواستم.